با سلام با یکایک شما بینندگان عزیز، سرخط خبر هست. امروز 9 اپریل منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. در دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به وروخ، کمچینی دلار در نقطه‌های بانکی تاجیکستان، جزئیات نو در قضیه عزت امان حامی حقوق تاجیک و بلیط فروشی شرکت اورالسکی اویالینی با آنهایی که برای سفر به روسیه اساس دارند خبر میدیم. صبح امروز رئیس جمهوری تاجیکستان به جماعت وروخ اسفاره رفت. آقای رحمان از روز چهارشنبه به این طرف در ولایت سوخت قرار دارد. به اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی که حالا در وروخند تا این دم پرزیدنت رحمان در افتتاح یک ورزشگاه و مرکز فرهنگی اشتراک نموده از نمایش مسائل کشاورزی و هنرهای مردمی بازدید کرده است. قرار است نیمه دوم روز او با ساکنان جماعت وروخ ملاقات کرده سخنرانی نماید. حالا همه توجه به آن نگرانیده شده است که آیا رئیس جمهور در سخنرانی خود به مسائل مرزی و حل آن اشاره خواهد کرد یا نه. در نقطه‌های بانکی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. با گفته مشتریان در بیشتر نقطه‌ها مبادله سامانی به دلار یا روبل روسی انجام نمی شود، زیرا به قول صرافان آنها حالا ذخیره ندارند و در صورت پیشنهاد کرده می توانند که مشتریان دلار یا روبل را به سامانی عوض کنند. با مشاهده کارافتادگان سبب کمچین دلار تا 3% بالا رفتن قربش در بازار غیر رسمی است. حالا در این بازار یک دلار بر عوض 11 سومانی و 80 درم تبدیل می شود، در حالی که بانک مرکزی قرب رسمی را 11 سومانی و 31 درم مقرر نموده است. بانک ملی قبلا هم اعتراف کرده بود که در تاجیکستان دائم کمبود اسعار خارجی به نظر می رسد، چون که تناسب سودای خارجی کشور منفی است. همین چند لحظه پیش پسر عزت امان در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت سلامتی پدرش بنابر بیماری کرونا ویروس که چند ماه پیش مبتلا شده بود خوب نیست. محمد یوسف خولوف گفت آخرین ملاقات او با پدرش در اول هفته جاری صورت گرفته است. پسر عزت امان میگوید میخواهد برای حمایت از حقوق او در تاجیکستان وکیل مدافع نو بگیرد. با این هدف او به یکی از ادوکاتورهای دوشنبه مراجعت کرده است. بینندگان عزیز، رادیو آزادی قضیه عزت امان را در مد نظر دارد و اگر اطلاع نوی به دست آمد خواهیم گفت. از دیروز به این طرف شرکت اورالسکی اویالینی بلیط‌های پرواز از تاجیکستان به 7 شهر روسیه را تنها به آنهایی می‌فروشند که برای سفر سبب دارند، در حالی که 5 اپریل بلیط‌های این شرکت هوایی روسی در فروش آزاد بودند و گروهی از شهروندان تاجیکستان با نرخ‌های بلند برای رفتن به روسیه بلیط خریدند. تا این دم نه نمایندگان شرکت اورالسکی اویالینی و نه آژانسی اویاسیون گراژدانی تاجیکستان توضیح ندادند که چگونه شد بلیط‌ها را برای همه خویشمندان به فروش گذاشتند و تقدیر آنها چی می شود. فعلا شهروندان تاجیکستان حق دارند بدون اساس به روسیه تنها طریق پروازهای دائمی سامان ایر و یوتر بروند. در یک گزارش خدمات اکتشافی آمریکا که امروز نشر شد آمده است، به احتمال زیاد در دوام 20 سال آینده روسیه نیروی نفاق افکن یا خرابی آور باقی میماند. اما در مقابل بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نفوذ این کشور در میزان جهانی کم می شود. شورای ملی اکتشافی آمریکا یک دفعه در 4 سال چنین تحقیقاتش را نشر می کند. مؤلفان میگویند نیروهای ریویزیونیست و یا طلب کننده تجدید نظر در روسیه تلاش دارند نظم بین‌المللی زیر نظر کشورهای غربی را به طرزی برای مسکو موافق تغییر بدهند. در گزارش اشاره شده است که روسیه دارای سلاح کشتاری دست جمعی بوده، ذخیره‌های انرژتیکی و مالیش را برای دریافت نفوذ در خارج به ویژه قلمرو سابق شوروی استفاده خواهد کرد. اما در مقیاس جهانی اقتصادی ضعیف، محیط ناگوار سرمایه‌گذاری و تکیه به ذخیره‌های مالی امکان نمی‌دهد مسکو نیروی دارای نفوذ بزرگی بین‌المللی شود.
در روسیه امگذرانی مجرم کوری از کرونا هنوز به نقشه گرفتن نشده است. در این باره خبرگزاری‌های روسیه از قبل استودی فوری اوید به پیشگیری از پنجشنبه کووید 19 در روسیه می‌نویسند. در استود گفتند فعلا واکسینه گذرانی برای شهروندان روسیه پیش بینی شده است. قبلا مقامات مسکو اعلام داشتند که رانندگان تاکسی‌های پایتخت را نوابسته از شهروندی به برنامه امگذرانی شامل کردند، چون که آنها با مردم زیاد سر کار دارند و میتوانند انتقال دهنده فعال ویروس شوند. روز پنجشنبه 8 اپریل صدها معلم، دانشجو و مالکان مکتب‌های خصوصی گوشه‌های گوناگون پاکستان در شهر اسلام آباد جمع شده از حکومت فدرالی دعوت کردند به تحصیل معمولی در مکتب‌ها اجازت بدهد. گردی آمدگان هشدار دادند که تا زمان قبول پیشنهادشان اسلام آباد را ترک نمی‌کنند. نیروهای امنیتی اعتراضگران را به احاطه گرفته امکان ندادند که آنها به بینای پارلمانت پاکستان نزدیک شوند. هفته روان حکومت پاکستان دستور داد که با هدف جلوگیری از سرایت بیشتری کرونا ویروس درس در مکتب‌ها متوقف گردد. طبق این سند خوانندگان از صنف یکم تا صنف هشتم تا 28 اپریل باید به مکتب نروند. هشتگ آزادی به دانشجویان تاجیک طی چند روز اخیر میان کاربران فارزبان شبکه اجتماعی توییتر به پنجگانه توییت هایی که بیش از همه بازنشر شدند وارد گشت. این معرکه آنلاینی در حال صورت گرفت که این شب و روز شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در ایران قرار داشت. قبل از این روز جمعه گذشته علیرضا عرافی امام یکی از مسجدهای جمعه شهر قم ایران از بازداشت و آزار و اذیت دانشجویان تاجیک در ایران تحصیل نموده ابراز نگرانی کرد و از مقامات دیپلماتیک کشورش خواست این موضوع را در تاجیکستان دنبال کند. به رادیو آزادی میسر شد نامناسب 15 نفر دانشجوی محکوم شده را پیدا نماید. در 3 ماه سال جاری در حدود ولایت سوخت 155 حادثه فوق‌العاده به قید گرفته شدند که بر اثر آنها 27 نفر به هلاکت رسیدند. این رقم ضمن جلسه جنبستی فعالیت 3 ماهه کمیته حالت‌های فوق‌العاده صدا داده است. طبق حسابات در سال 2021 اقتصاد شمال تاجیکستان از حادثه‌های اضطراری نزدیک 720,000 سومانی زیان دیده است. در این مدت در ولایت سوخت همگی یک حالت فوق‌العاده طبیعی ثبت گردیده است که باعث مرگ 3 نفر شده است. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد که چند روز آینده در منطقه‌های کوهی و دامنه کوهی ولایت‌های سواد و ختلان خطر فرآمدن سیل و در ناحیه‌های کوهی توبه جمهوری ترمفرایی در نظر است. بنابراین ساکنان باید از احتیاط کار بگیرند. تقدیم خبرها را ادامه می‌دهم. کارمندان میلیسیا در ناحیه باباجان غفورов جوان 24 ساله را بازداشت کردند که به غارت نمودن نمازگزاران در مساجد گمانبر می‌شود. به گفته وزارت کارهای داخلی ساکن شهر بختر از کیسه بالاپوش نمازگزاران در طهارتخانه پول و تلفن‌های موبیلیشان را تصرف کرده است. در یک نوار ویدیویی که کامرای نظارتی در مسجد خوجند ثبت کرده است دیده می‌شود که چگونه جوان متهم از کیسه بالاپوش صاحبکار محلی $2,500 می‌دزدد. بازداشت شده ضمن بازپرسی گفته است که عادتاً روزهای جمعه که مسجدها سیرودمند به قبل به شکار می‌برآمد. ساکنان جماعتی سرخوصور نویه بلجوان میگویند با رسیدن فصل بهار و بالا رفتن آب دریاها روای آنها به مرکز نویه و دیگر مناطق کشور دشوار می شود. یک گروه از ساکنان این نویه دیروز با ارسال چند پارچه نوار به رادیو آزادی از مشکل رفت و آمد و عبور دریای پورتالاتوم با ماشین های بارکشان شکایت کردند. در این نوارها ساکنان بالای ماشین کوهگرد سوارند و تلاش می کنند دریای سرخ
سیلخابро عبور کنند. همچنین دیده می شود که یکی از این ماشین ها در داخل دریا در میماند. در گذشته حالت های نیز بوده است که تلاش عبور دریا با فاجعه انجامیده است. به قول مصاحبان سالهاست برای ساختمان یک پل به مقامات مراجعت میکنند، اما بجز از وعده تا حال کاری عملی در این زمینه صورت نگرفته است. اکنون درباره اسعار خارجی در تاجیکستان برای شما معلومات میدیم. امروز بانک ملی نرخ $1 رو 11 سومانی و 31 درم و 1 یورو رو 13 سومانی و 46 درم تعیین کرده است. روبل روسی نسبت دیروز اندکی بالاتر رفت. نرخ 1000 روبل روسی 146 سومانی و 60 درم مقرر گردیده است. دوستان عزیز، در همین جا تقدیم خبرها را به انجام میرسانم، اما بعد از 3 ساعت شما را منتظرم. یادتان نرود خود را احتیاط کنید و روزی خوب داشته باشید.